Salam aleyküm əziz və hörmətli dostlar. Salam aleyküm əziz və hörmətli dostlar. İnsaf Əli Hidayət və Mühəndislik Cəhl proqramı ilə xidmətinizdəyəm. Fars dilində olacaq, çox bağışlarsınız. سلام دوستان، انصاف علی هدایت هستم و با برنامه مهندسی جهل دوباره برای چند دقیقه احتمالا نیم ساعت در خدمتتون خواهم بود. در امروز چهارمین برنامه مهندسی جهل رو در خدمتتون هستم و اجرا میکنم. دوستان لطف کردن و این برنامه رو، لینک برنامه رو که من برای دوستانی میفرستم توضیح کردن و به اشتراک گذاشتم با دوستان مختلف تا به دست بزرگ مردی که این وبسایت رو به وجود آورده، این کتابخونه آنلاین رو به وجود آورده رسیده. در اینجا اجازه بدید من اینو بزرگ بکنم که همه چیز بهتر دیده بشه. دوستانی که از طریق اینستاگرام دارن نگاه میکنن متاسفانه نمیتونن صفحه مونیتور رو ببینن، ولی دوستانی که از طریق یوتیوب و بعداً احتمالاً از طریق اینستاگرام بتونم آپلود بکنم میتونن برنامه رو ببینن. برای همین هم برنامه رو کوتاه و فشرده خواهم گرفت که زیر نیم ساعت باشه تا بتونم آپلود بکنم به اینستاگرام و شما بتونید ببینید. در تلگرام هم خواهد بود، دوستان میتونن از اونجا هم بردارن. نویسنده محترم و جمع آوری کننده گفتم بزرگ مرد ترک آذربایجان که این کتابخانه آذرباش کتابخاناسی رو آنلاین به وجود آورده لطف کرده و برای من امروز پیام خصوصی گذاشته در تلگرام، در کانال من و کانال خودش البته که من ظاهرا دوست هستیم و مطالبی رو گفته که میخوام در این جلسه اینها رو بخونم براتون. خیلی جالب هست، برای من خیلی جالب بود. گفته که سلامlar, sağ olun bu güzel açıklamalar verdiklerinize göre. تشکر کرده که زنده باد به خاطر این توضیحاتی که در این ویدیو دارید میدید. بعد یک متن فارسی برای من فرستاده در مورد یک کتاب جدیدی که در جمهوری آذربایجان چاپ شده، اما جدید نیست، جدید چاپ شده، خطی بوده توسط همین دوستمون و همکاراش. احتمالاً این جمع‌آوری شده بوده، یعنی شناسایی شده بوده و در آذربایجان. حالا توضیح داستان رو با هم بخونیم. کتاب مظهر ترکی در جمهوری آذربایجان منتشر شد. کتاب مظهر ترکی نوشته عبدالرحیم اردبیلی شیروانی توسط انتشارات علم و تحصیل در شهر باکو منتشر شد. عبدالرحیم اردبیلی شیروانی دانشمند آذربایجانی قرن 16 اصالتاً از شهر اردبیل حدود 270 سال پیش کتاب درسی مظهر ترکی را در زمان نادرشاه افشار نوشته است. نگاه کنید چقدر زیبا در مورد سابقه این کتاب توضیح داده. عبدالرحیم این کتاب را به منظور آموزش زبان ترکی قزلباش به غیر ترک ها نوشته است. نسخه خطی این کتاب معتبر و ارزشمند برای زبان و تاریخ آذربایجان در شهر قم نگهداری می شود. پس نسخه خطی این کتاب در قم نگهداری می شود. این کتاب توسط دکتر اختیار بخشی، اصالتاً آذربایجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان اردبیل، به رئیس مؤسسه زبانشناسی نسیمی ANAS یا ANAS پروفسور نادر محمدلی دارای دکترای فلسفه و علم تقدیم شده است. حالا این دکتر اختیار بخشی این کتاب رو در قم پیدا کرده، یا حالا این دوستمون آذرباش پیدا کرده. این کتاب رو
به هر حال رسوندن به دست پروفسور نادر محمدی که دارای دکترا در فلسفه و علم هستش و ایشون این کتاب رو چاپ کردن. این کتاب که از نظر آموزش زبان ترکی قدیم آذربایجانی از دیدگاه تحول تاریخی زبان ترکی آذربایجانی و هنجارهای گراماتیک و واژگانی این زبان منبع بسیار ارزشمندی برای مورخان، ترکشناسان و ایران پژوهان است. پس این کتاب از چه نظری دارای اهمیت بوده؟ از این نظر که اولا زبان ترکی قدیم دوره نادرشاه افشار و قبل از اون رو داره بررسی میکنه. خب احتمالاً حالا چند صد سال قبل رو نمیدونم. و از این جهت مهمه این کتاب که تحول زبانی رو که من هم هر از گاهی در این 3-4 برنامه اخیر گفتم که زبان مثل یک موجود زنده است که در طول زمان و گذر نسل‌ها، پیدایش تکنولوژی‌ها، همسایگی با زبان‌ها و تمدن‌های دیگر تغییر میکنه. و همچنین میگه که هنجارهای گراماتیک، گرامر دستور و زبان، هنجارها هم که میدونید تقریبا میشه گفت قوانین و واژگانی این زبان، قوانینی که هر کلمه درست کردن یک کلمه، ترکیب کلمات در زبان ترکی چه جوری هست، منبع بسیار ارزشمنده. در ابتدای نسخه خطی که دست نوشته منظور خطی آمده است که استاد عبدالرحیم اردبیلی شیروانی قصد دارد سبک ترکی قزلباشی را در ایران به غیر ترکان آموزش بدهد. او این ترکی را روان، ارزشمند، ساده و شیرین می‌داند. نویسنده کتاب میگه که ترکی قزلباش، احتمالاً دوستان قزلباش مربوط به خانواده‌های نظامیان دوره صفوی هست. حالا میدونید که قزل در ترکی به چند معنی هست. یکی به معنی طلا هست در ترکی آذربایجانی، یکی به معنی قرمز هست. قزلباش کسایی بودن که 2 معنی داره. سرشون رو اینجوری بگیم برای مردن این سر رو با خودشون همراه میکردن، یعنی برای اینکه خونین بشه، یا آماده کشته شدن بودند. برای همین میتونستن دنیا رو تسخیر بکنن. یکی هم این که این کله خیلی گرانقدره در نزد ترک‌ها و قزلباش کسایی که سرشون میارزه به تنشون، سرشون میارزه به تسخیر دنیا. خیلی معنای زیبایی داره این قزلباش. در این حال که میدونید حالا اون کلاهی که به سر میذاشتن نظامیا، این کلاه هم رنگ قرمز بیشتر داشته. پس در ابتدای این کتاب یه چنین چیزهایی رو توضیح داده. او این ترکی را روان، ارزشمند، ساده و شیرین می‌داند. طبق اعلام خود نویسنده کتاب مظهر الترکی، این کتاب عبدالرحیم اردبیل شیروانی در شهر اردبیل به دنیا آمده و بزرگ شده است. یعنی الان نگاه بکنید، یعنی این نویسنده این کتاب رو در زمانی نوشته که نادرشاه افشار در حاکمیت هستش، ولی این کتاب موضوعش از این لحظه، یعنی از زمان حیات خودش، به گذشته ها برمیگرده و بیشتر به لهجه زبان قزلباش ها نوشته میشه. حالا در اینجا اینو میخواستم علاوه بکنم که این کتاب حاوی لهجه اردبیل هم هست.
نسخه خطی این اثر ارزشمند با خط زیبا در سایز 21 در 14 سانتی متر، طولش 21 ارزش 14 سانتی متره، در 163 صفحه 12 سطر در هر صفحه نوشته شده. در هر صفحه هم 12 تا سطر نوشته. متن نسخه خطی این کتاب در شهر قم ایران و در کتابخانه مرکز احیای تراث اسلامی، مرکز احیای تراث اسلامی، احتمالاً کلا فارسی دیگه، تراث هم میشه ثروت‌ها، میراث و فرهنگ، مرکز احیای میراث اسلامی ترجمه کرده خودش داخل پرانتز، با شماره 686 نگهداری می شود. معرفی نسخه خطی کتاب مظهر الترکی با صدها نسخه خطی دیگر مدیون یک آذربایجانی مروج فداکار فرهنگ، ادب و علم ترکی. دقت بکنید، معرفی نسخه خطی مظهر الترکی با صدها نسخه خطی دیگر، هزاران، مدیون یک آذربایجانی، به نظر من مرد بزرگ، شریف، فرهنگ دوست، فداکار، مروج فداکار فرهنگ، ادب و علم ترکی، جناب محمد مجندهی جبهدار. امیدوارم که اسم رو درست خونده باشم. محمد مجندهی جبهدار آذرباش. حالا متوجه شدیم که از الان به بعد اسم نویسنده صاحب کتابخانه که حالا بعداً توضیح میدم کتابخانه به 4 بخش بسیار بزرگ تقسیم میشه، چون خودشون این اطلاعات رو برای من فرستادن. من اجازه بدید اینو بزرگم بکنم که دوستانی که اگه مایل بودن و خواستن همراه من بخونن هم بتونن این کتاب رو بخونن. نسخه خطی حالا محمد اوکی، جناب محمد مجندهی جبهدار. اوکی، جبهدار احتمالا مسئولیتی پدرانش در این اردو داشته که جبهدار بوده، یا در دستگاه سلطنت داشته که جبهدار بوده. ایشان با سفر به شهرهای مختلف ایران مثل تهران، قم، مشهد، یزد، چالوس و در کتابخانه‌های مختلف نسخ خطی گرانبها و نفیس به زبان ترکی را پیدا کرده و نسخه PDF آنها را با هزینه شخصی خودشان استخراج کرده. من مثلا یه پروژه داشتم برای دوستان، پیشنهاد کردم ماهانه 10 میلیون تومان بدم که بیان تو یکی از شهرها در داخل وطنمون، بیان بعضی از کتاب‌ها رو اسکن بکنن، PDF بکنن، منتشر بکنن. تقریبا کسی رو پیدا نکردم این کار رو بکنه، ولی این آدم شریف، این انسان شریف آذربایجان دوست، ترک دوست، ادب پرور، با هزینه خودش هم سفر کرده، قطعا در اون شهرها مندگار شده برای یه مدتی، یه روز، 10 روز، 20 روز کتابخونه ها رفته، زحمت کشیده، این کتاب ها رو به دست آورده، اجازه گرفته برای اینکه خطی بودن، اینها رو به PDF تبدیل کرده، اسکن کرده، به PDF تبدیل کرده، بعد اینها رو به مفت در اختیار شما و ما گذاشته در اینترنت. حالا عظمت کار رو ببینید، هزاران کتاب نگاه کنید. اگه برای هر کتاب 1 روز وقت بذاره این آدم، ببینید چند هزار روز وقت گذاشته برای این قضیه، چقدر سرمایه گذاشته برای این قضیه. خب در کتابخانه‌های مختلف نسخ خطی گرانبها و نفیس به زبان ترکی را پیدا کرده و
نسخه PDF آنها را به هزینه شخصی خودشان استخراج کرده و در اختیار محققان و نویسندگان و دوستداران زبان و ادبیات ترکی قرار داده است. Çok sağ olsunlar. Ben burada teşekkür ederim. Aziz dostumuz, واقعا sizə iftixar edirəm. واقعا iftixar edirəm. Sağ olun. Başımızı uzattınız. Başımızı uzattınız. لازم به ذکر است. ببینید ایشون به تنهایی کار یک دولت رو انجام داده. اینطوری میتونم بگم. به تنهایی تونسته کار یک دولت رو انجام بده. دولتی که نداریم رو انجام میده. در زمینه کتاب ها. لازم به ذکر است که پیش از این دانشمند نامدار آذربایجانی دکتر فرهاد رحیمی برای اولین بار این کتاب را، کتابی که الان در بالا گفتیم مظهر الترکی، این کتاب را با مقدمی در معرفی آن در سال 1391 در 182 صفحه به رشته تحریر درآورده و در انتشارات اندیشه نو تهران با تیراژ 1000 نسخه به چاپ رسانده است. کلیه حقوق محفوظ است. هنگام استفاده از اخبار مراجعه به سایت www.science.gov.az ضروری است. تمام. حالا در اینجا از کتابخونه یه شمایی به ما نشون میده. دوستانی که این میتونن ببینن یه شمایی از کتابخانه به ما میده که آذرباش کتابخانه آذرباش به 4 قسمت تقسیم میشه. یک، الیازمالار، کتاب هایی که خطی هن، دست نویسن. 2، چاپیلر، کتاب هایی که ترکی که چاپ شدند. 3، داش یازمالار، داش باسمالار. باسما دوستان به یه چیزی که فشار بدید میشه باسماغ. تبریز آذربایجان. باسماغ دقیقاً این ترجمه اون دستگاهی هستش که به نام پرس در غرب وجود داشت، چاپ رو انجام میدادن. اما داش باسما ترجمه اون نیست. داش باسما عبارت است از نوشتن کلمات بر روی سنگ و گذاشتن سنگ بر روی کاغذ، فشار سنگ بر کاغذ تا اون نقش نوشته های کتاب بیفته روی صفحه. حالا اون هم روش هایی داشته که شیمیایی بوده و از این حرفا. حالا من خیلی وارد این قضیه نمیشم. داش باسما از اونجا میاد. سنگ نوشته نه، چاپ سنگی، ترجمه به فارسی کردن شده چاپ سنگی. نمیدونم چرا چاپ سنگی گفتن. داش باسما یعنی از طریق پرس سنگ. سومیش هم ترکچه چاپلولر، یعنی کتاب هایی که به ترکی چاپ شدن. حالا این صفحه اینستاگرام داره، همین آذرباش کتابخانه. آپارات در فکر کنم یک مثل یوتیوب ایرانی هست فکر میکنم. الیازمالار تصحیحی، یعنی کتاب هایی که تصحیح شده. یوتیوب هم لینکش هستش. ایلگی یولو هم میتونید از این طریق هم با ایشون تماس بگیرید. آذرباش. محمد مثلا، محمد تقیان، محمد، آت یازه، آت خط یا آت جزگه، خط زیر، آذرباش، AZARBASH. از اونجا هم میتونید با ایشون تماس بگیرید. حالا خودش اون فارسی بود. حالا خود این شخصیت بسیار محترم که به اندازه 10 سازمان اسلامی و فرهنگی و زبان و وزارت ارشاد و اینها کار خوبی رو انجام داده، یه نوشته مظهر ترکی الیazması 350 il bundan önce Farslar için Türkü öğretmeye yazılmış ve 5 büyük dil alimi her kelime üstünde nəzərlərin hükmüyle emredipler. مظهر ترکی، کتاب مظهر ترکی که دست نوشته هستش 350 سال قبل از این برای آموزش ترکی به فارس ها
نوشته شده و در نوشتن این 5 عالم زبان در روی هر واژه نظر دادن، هر کلمه نظر دادن و بر اساس حکم اون 5 نفر این کتاب به وجود اومده. یعنی هر کلمه اونجا نوشته شده. Çoxlu konular Türk diline göre açıklanır. بر اساس زبان فارسی بسیاری از موضوعات رو در این کتاب روشن میکنن. Bu əlyazma kitabı bugünkü oxunuşa çevirişenlerin əvvəli mən olmuşam. ایشون میگه که این کتاب دست نوشته رو به زبان امروزی که نوشته بشه، خب قدیمیه دیگه، گفتیم زبان تغییر میکنه، اولین بار من انجام دادم، نویسنده جناب محمد انجام دادن. Ancak çapa veren dostumuz Dr. Ferhad Rahimi ve Dr. Bakshi olublar. اما کسایی که اینو چاپ کردن جناب دکتر فرهاد رحیمی و دکتر بخشی بوده اند. یعنی یه همکاری انجام گرفته. کار اصلی رو این دوستمون انجام دادن، جناب آذرباش و جوبه دارباşı و چاپ رو هم 2 متخصص دیگر انجام دادن. Bu kitap çoxlu önemlidir. این کتاب ارزش بسیار زیادی داره و yeri var onlar dilti bu sahada işlesinler. جا داره که 10 ها متخصص زبان بر روی این کتاب کار بکنن، برای اینکه این کتاب از زاویه‌های مختلف دارای ارزش خاصیه. دستور زبان ترکی برای آموزش گومک فارس آن زمان نوشته شده. یعنی این کتاب یک دستور زبان فارسی، من جلسات قبلم گفتم زبان فارسی با آنکه میلیاردها دلار در 100 سال گذشته برای زبان فارسی و تقویت اون و برای قاعده‌مند کردن اون، برای دستور زبان اون رو یه جوری درستش بکنن که بشه نوشت و خواند، هنوز قاعده‌مند نیست. هنوز دستور زبان فارسی دستور زبانش درست نیست، کامل نشده، هنوز کامل نشده، چون زبان نیست، داره شکل زبان میخوان بهش بدن. در نهایت این مجموعه ای از زبان هاست، ترکیب کلمات، اکثرا ریشش 2 تا زبانه. ببینید در تهران من با یک زبان آشنا شدم به نام زرگری، زبان زرگری. مثلا دختر و مادر، پدر و مادر تو خانواده یا بین دوستان یا همکاران میخوان یک چیزی به هم بگن که بقیه متوجه نشن. ریشه این زبان زرگری فارسیه، ولی اینها با یه ترفندهایی بین هر حرف یه حرف دیگه‌ای رو میذارن، مثلا ش یا س، سین. مثلا میخوان بگه بابا، میگه باشا شا بابا شا. مثلا عین همین، ولی اینها ذهنشون به این عادت میکنه. مثلا من یکی از فامیل های من تمامی اعضای خانواده این زبان رو بلده، با آنکه ترکن، ولی این زبان رو در تهران یاد گرفتن بین خودشون تو خانواده. مثلا یک چیزی که میخوان من ندونم، خود من شخصا تو این خانواده نشستم مثلا مهمونی ندونم، بین خودشون به این زبان صحبت میکنن و من چیزی سر در نمیارم. حالا زبان فارسی هم زبانیه که ترک ها، لشکر ترک وقتی وارد هندوستان میشه باید با این آدم ها تماس بگیره. میاد یه قانون ایجاد میکنه، از کلمات عربی و ترکی استفاده میکنه، مبنای کلمه اینه، کلماتی درست میکنه که یک زبان جدید میشه به تدریج. جالبه که پاکستانی ها اسم این زبان رو گذاشتن دری، ببخشید اردو. اون دریوری هم که گفته میشه همین خاطره، برای اینکه این زبانی بود که ریشه کلمات ترکی، ریشه زبان عربی، کلمات عربی رو داشت، ولی بر روی این یک چیزهایی رو تغییر میدادن تا بتونن با اونها صحبت بکنن، با اون کسایی که در هندوستان بودن یا در جغرافیای اون زمان هندوستان بودن. جغرافیای اون زمان هندوستان دوستان خیلی وسیع بوده و حالا دوستان
زبان فارسی هنوز قاعده‌مند نشده. چرا قاعده‌مند نشده؟ برای اینکه زبان فارسی دارای 30 و چند تا الفبا هست، ولی حدوداً 11 یا 12 تا از این الفبا رو نمیتونه تلفظ بکنه. یعنی زبان فارسی قابلیت استفاده از این حروف رو در گفتار نداره. و اگر هر کلمه این حروف رو که زبان فارسی نمیتونه تلفظ بکنه ببینید درش، این کلمه یا ترکی یا فارسی یا از یه زبان دیگه وارد شده. و تقریبا کمتر کلمه‌ای میتونید پیدا بکنید که این 12 حرف رو نداشته باشه درشون، خیلی کمه. حالا اون کلماتی هم که این 12 حرف نداره، عربی هست، ترکی هست و از کشورهای دیگه اومده. زبان فارسی یک زبان جدید دیگه که ساخته میشه. حالا هندوها میدونید که مهد زبانهای دنیا هندوستانه. این که میگن هندواروپایی، اینا دروغ میگن. دوستان من اینجا اینو توضیح بدم. از زمانی که لشکرهای خارجی، یک کشور اروپایی به خصوص مسیحی، اومدن و کشورهای منطقه شرق آسیا رو اشغال کردن، اینها رو غارت میکردن و تمامی اموال اینها رو، طلا و نقره و جواهرات اینها رو جمع میکردن میبردن. علاوه بر این حالا اینها رو به کارهای سنگین وامی داشتن و پولی بابتشون نمیدادن یا پول زیادی بابتشون. همین امروز که برای شما صحبت میکنم از کانادا، مثلا شرکت تلفن بیل یا هر کدوم اونها برای اینکه آدم‌ها رو استخدام بکنه و پول کمی بده، چون در کانادا مثلا حداقل دستمزد ساعتی $17 20 سنته، ولی مثلا در هندوستان $1 میده، یه مهندس رو استخدام میکنه مثلا روزانه $1 $1.5 میده. خب به جای اینکه مثلا میاد در روزی $200 بده به مثلا به یک کانادایی، میره در پاکستان، بنگلادش، هندوستان، سریلانکا، فیلیپین و جاهای دیگه روزی $1 $1.5 $2 میده و اینها براش کار میکنن. نیروی ارزان و باعث ثروتمندی اینها میشه در غرب. تحصیلات رو اونجا خوندن، پول رو اونجا دادن، اونجا زندگی کردن، اونجا هزینه کردن، ولی برای اینجا کار میکنن، پول اینجا رو میدن. خب حالا حالا بیمه نمیدن برای اون، احتمالاً هیچ امتیاز مزایایی هم نداره براش. حالا این هندوستان میدونی که خیلی خیلی مذهب داره و خیلی خیلی زبان داره. من تصورم بر این هستش که هر قومی، مثلا من به دنیا میام دارای مثلا 20 تا بچه میشم، مثلا از چند تا همسر، بعد هر فرزند من هم خودشون به یه لشکری تبدیل میشن و مجموع این میشه یه قبیله، یه طایفه. و اون وقت ما برای اینکه هویت ملی خودمون رو تعریف بکنیم، هویت ملی رو با اسم من تعریف میکنه. مثلا تو فامیل خود ما تو روستامون 4 تا طایفه داشتیم. مثلا کلانلار، یعنی اهالی کلان، به 4 طایفه که به یک پدرشون میرسید. یعنی همه اون طایفه یه پدر داشت، به اون پدر میرسیدن و با نام اون پدر حالا اینجا برای خودشون هویت میسازن. حالا یکی از هویت‌ها دینه، با یه دین بتراشه. در هندوستان دارم میگم یه دین میتراشن، برای همین خیلی سریع اونقدر خدا دارن که هر حیوانی، هر اعضایی از بدن اونجا یه خدا هست برای خودش، حرمت داره، احترام داره، تقدیس میشه. خب زبان هم همینطور، یک زبان هم برای خودشون باید بسازن. برای همینی که هویت زبانی، هویت ملی تبدیل میشه به هویت قبیله‌ای، هویت زبانی، هویت دینی. ببینید استقلال اونجا. حالا غربی ها وقتی اومدن اینجا رو اشغال کردن، برای اینکه بتونن یه جوری
بگن آقا شما هویتتون مال ماست، با همین از ما جدا نشید، علیه ما انقلاب نکنید، استقلال نگیرید، شما و ما یکیم. اومدن گفتن هندو اروپایی. یعنی چی؟ من برای اینکه بگه آقا انگلستان بگه آقا این تو مال منی، باید با من بمونی، من به تو یه هویت جعلی میدم، تو قبول بکن که آقا هندو اروپایی هستی، فکر کن که خیلی اونا ثروتمندن، تو هم فکر کن ثروتمندی. اون روزی $200 در میاره، تو روزی $1 در میاری و تو فکر کن که $200 در میاری. و ما به تو زبان انگلیسی میدیم، ما به تو فلان میدیم، بهمان میدیم، تو کار میکنی برای من. اما ببین زبان تو هندو اروپایی ها، خیلی تو با کلاسی، خیلی با کلاسی، تو با بقیه انسان ها فرق داری، تو نباید با اونا متحد بشی علیه ما، برای اینکه تو و من یکی هستیم. ببین حکومتمون میگه که یه شاه داریم، یه انگلستان، ببین آلمان هم اومده در بعضی کشورها همین کارو کرده، فرانسه این کارو کرده، اسپانیا این کارو کرده، پرتغال این کارو کرده، همه کشورهای اروپایی که به امپراتوری تبدیل شدن این کارو کردن برای اینکه یه جوری اونها رو به خودشون ببندن. ولی در شرقی ها این کارو با کشورهای دیگه انجام ندادن، این کارو با کشورهای دیگه انجام ندادن. این جالبه. حالا میخواستم اینو بگم که زبان فارسی زبان جدیدیه و دارای قواعد هنوز نیست، دارن تغییرش میدن، هر روز تغییر. کتاب جدیدی که در دانشگاه مینویسن، استادای زبان، استادای سیاسی، استادای حقوق مینویسن، میگن آقا این زبان نمیتونه این کلمات رو ادا بکنه، در نتیجه باید این قوانین اینجوری نوشته بشه. هی تغییر میدن. برای من فکر کنم از 50 سال 60 سال عمر من بگیم که 52 سالش تو مدرسه گذاشته، کتاب گذاشته. خب در این 52 سال من هنوز نرسیدم به این که از اول ابتدایی تا الان که دارم کتاب میخونم مثلا میبینم که هی اعتراض هستش که این زبان دستور زبان درست نیست. حالا از دوره رضا شاه 1300 میتونم بگم از دوران کودتا، حتی از قبل از کودتا، یعنی از قبل از مشروطه شروع کردم به ساخت زبان فارسی به طور که بتونن علاوه بر شعر یه کاری باهاش بکنن. خب حالا از این بگذاریم. آقا اون کتابی که در چاپ شده این هست: ترک دیلی bilgisi، عبدالرحیم شیروانی اردبیلی، 38. yüzyıllık. ایشون در قرن 18 به دنیا اومده یا اونجا نوشته شده. این کتاب رو، اسم این کتاب هست علمای خمسه فرموده اند. حالا در جلد کتاب این، البته قرار بود من این جلد رو نشون ندم، ببخشید من این رو نباید نشون میدادم چون قرار بر اینه که کتاب رو نشون ندیم. حالا با سرچ مظهر ترکی در کانال علی آزمالا دانلود کنید. میتونید این کتاب رو سرچ بکنید، هر کتابی هم که میخواید سرچ بکنید و دانلود بکنید. این نسخه 166 صفحه‌ای رو بنده طی یک کنکاش 20 و چند ساله‌ام در کتابخانه‌های نسخ خطی طی یک تحقیق میدانی در قم، کتابخانه آیت الله اشکوری، احیای ثروات علوم انسانی، احیای تراف علوم انسانی پیدا کردم و سریع به دلیل ترس از دست دادنش شروع به نشر فایل آن به نویسندگان اهل فن کردم که الحمدلله دوستان در بجا گذاشتن آن از من پیشی گرفتند. Bu 83 ورق 163 صفحه 83 برگه که دو طرفش چاپ شده دیگه. خب رقعی به boyunda kitap okunuşu çok rahattır. اینم اینجا رو هم نشون ندم. استاد بنده از برنامه خردمندانه شما خیلی خرسند و مسرور شدم. تقاضامندم شعرا و نویسندگان ترک را ترغیب و دعوت به تصحیح و بروز نوشتاری این نسخ خطی بکنید و هر کسی در هر زمینه‌ای تخصص دارد عمل کند. در کشور ترکیه روش خیلی خوب و جالبی که در این زمینه چند سالیش شروع شده، هر کتابخانه نسخ خطی را یک دانشگاه بر عهده گرفته و تمام نسخ خطی ترکیه آن کتابخانه را اساتید و حتی دانشجویان با همکاری اساتید به نوشتار روز، یعنی به خط روز و زبان روز در می آورند و با هزینه دانشگاه به نام همان مصححین
چاپ و روانی کتابخانه‌های علمی و غیره می‌کنند و شما بزرگواران نیز تمامی نویسندگان ترک هم نیز باید در این زمینه تبلیغاتی را انجام دهید. لااقل مصححین نسخ خطی ما از تعداد زیر 100 نفر پراکنده به بالای، یعنی الان حدود زیر 100 نفر مصحح زبان ترکی میگه داریم یا فعال هستند، به بالای 100 نفر برسند، به بیش از 100 نفر برسند، زیرا ما در این زمینه خیلی حرفها برای ارائه داریم. حتی از نظر ارزشی محتویات فراتر از کشور ترکیه و آذربایجان شمالی هستیم. یعنی در آذربایجانی که الان در اشغال ایران هست، در ترکمنصحرا و جاهایی که ترک ها در ایران زندگی میکنن، هزاران هزار کتاب در کتابخونه ها هست که چند هزار تاشو جناب آذرباش ترجمه کرده، جمع آوری کردن، پی دی اف کردن و الان در اینجا در دسترس شما و من هست و ده ها هزار کتاب دست نوشته در کتابخونه های ترک ها در نقاط مختلف ایران خانواده ها نگهداری میکنن و از ترسشون که این دولت پانفارس فاشیست اینها رو از بین نبره این کتاب ها رو پنهان کردن و نمیدن دست اونا. دستشون درد نکنه. من هم پیشنهادم اینه که تا تشکیل دولت رسمی خودمون این کار رو نکنن و بعد یا به افراد بسیار مورد اعتماد بدن. چند کتاب خیلی مهم جهان ترک در کانال سنجاق شده است. در این کانال چند تا کتابی که بسیار مهمه برای جهان ترک رو میگه سنجاق کردیم. من نتونستم پیدا بکنم، برسم اینو پیدا بکنم حتما در اون کتاب ها رو بیشتر میخونم. یعنی ممکنه که مثلا 1-2 روز برای هر کتاب وقت بذارم. کشمیش verişlerinizi de bana gönderin sağ olun. اینجا کتاب مظهر ترکی رو ببینید من الان دانلود میکنم با اجازهتون. نشد. چرا نشد؟ بذارید من اینو صفحه رو کوچیک بکنم که ببینم میشه دانلودش کرد. نمیدونم چرا این عمل نمیکنه. حالا پیداش میکنیم. به خاطر اینه. اینجا فکر میکنه که من میخوام اوکی. دانلود شروع شد. خب بنده هنوز مجوز برای چاپ این کتاب را دریافت نکردم. فلیزا خواهشمندم تا دریافت مجوز از ارائه تصویر جلد در برنامه به دلیل من متاسفانه onu gösterdim. Çok özür dilerim. Umarım ki o şey olmasın. بنده هنوز مجوز برای چاپ اوکی okuduk. متاسفانه امیدوارم دوستان اگه این رو میبینید لطفاً خواهش میکنم عکس نگیرید از این صفحه کتاب، برای اینکه این دوستمون میخوان این کتاب رو چاپ بکنن. جناب هدایت عزیز در زیر هر فایل نسخه خطی آدرس ها لینک کانال تلگرامی گذاشتم که هر کدام مجزا و مستقل، مثلا لینک داش باسمالار کتاب های چاپ سنگی که در دوره پس از نسخ خطی و قبل از اختراع چاپ مکانیکی یا چاپ سربی کتاب است که عموما در شهر اولین ها تبریز و استانبول چاپ می شده است که در آن دوره در انگشت شمار شهری در دنیا چاپ به صورت سنگی و سربی انجام می شده است. کانال تلگرامی چاپیلر تماما کتاب ترکی چاپی قرن اخیر است. یعنی در 100 سال گذشته هر کتابی که به طریق چاپ شده اونجا یه تعدادش رو جمع کرده، نه همش رو ولی خب خیلی از اونها رو. و در لینک آپارات و یوتیوب کلاس های آموزش جالبه، اینو من باید یاد بگیرم. تصحیح نسخ خطی توسط استاد دکتر باغبان کریمی رو گذاشتم. دکتر باغبان کریمی یکی از بزرگمردان زبان ادبی هستش که به کوشش شخصی خودشون در نزد استاد خدا بیامرز صدیق آموزش دیدن، کار کردن، تز نوشتن و من در روزی که ایشون دکترا گرفتن این افتخار رو داشتم که در اون جلسه حضور داشته باشم به عنوان خبرنگار. و همون روز هم فکر کنم که یه زلزله در بم رخ داد، زلزله مهمی که رخ داد همون روز بود و من شب رو در اونجا موندم و روز بعد رفتم بم و 12 روز بعد هم دستگیر شدم و رفتم زندان.
دوباره در اینجا آذربایش کتابخاناسی علی آزمالار، این لینکشه، میتونید برید اونجا. تلگرام البته هستش. داش باسمالار، اینم لینک اون هستش. توچه تاپیلر بودا، این هم کتاب هایی که گفتش مال معاصره. اینستاگرام و آپارات و یوتیوب هم اینجا اومده. در اصل آذربایش کتابخاناسی 4 کتابخانه مستقل و مجزای ترکی است: الیازمالار، داش باسمالار، تاپیلر و توچه تاپیلر. توچه تاپیلر که اینجا میبینید دوستان با حروف لاتین نوشته شده، یعنی که با حروف لاتین چاپ شده و از هر کدام هزاران فایل دارم. یعنی هر کدوم این الیازمالار، داش باسمالار، تاپیلر و توچه تاپیلر میگه از هر کدوم این 4 زمینه هزاران کتاب رو پی دی اف کرده ایشون. واو، خیلی کار بزرگیه، خیلی کار. فکر کنی که مثلا من هزاران رو بگیرم 3000 از هر کدوم، ایشون 12000 جلد کتاب. یک کتابخونه. من تبریز یک کتابخونه داشتم، مثلا خودم خونه، فکر کنم مثلا 1500 جلد 2000 جلد باشه. مثلا در اینجا در کانادا یک کتابخونه دارم، مثلا من و پسرم و دخترام و دامادم یک کتابخونه داریم. مثلا فکر میکنم حدود نهایتا 3000 تا 4000 جلد کتاب باشه. ولی ایشون در اونجا چه عشقی داره این مرد، چه انسان بزرگی. آقا من تعظیم می‌کنم، باشه ایران، سر جلوی شما خم میکنم جناب آذربایش. کار بسیار بزرگ، بسیار بزرگ. دستتون رو باید بوسید. باید شما مجسمه شما رو وقت هنوز که زنده هستید باید بسازن، در تمامی شهرها بذارن. شما بزرگترین سرمایه ملی ترک ها هستید. مجموع سرمایه های مادی که در ایران ترک ها دارن، کاری که شما انجام دادید رو انجام ندادن. 1000 این کار رو انجام ندادن. و از هر کدام هزاران فایل دارم که فرصت بارگذاری ندارم. میگه آقا من وقتم نیستش که بیام اینها رو آپلود بکنم به اینترنت، ولی وظیفه میدانم که باید به ملت بزرگم تماما ارائه دهم. عجب انسان شریفی. تا به قول شما مهندسی جهل بیگانگان را محو کنیم و ملت ما بداند که چه گنجی را در تاریخ خانه ها به فراموشی سپرده اند تا به سراغش بروند و تقدیم ملت بزرگ ترک 600 میلیون نفری بکنند انشالله. بی زحمت هر جلسه که ایفا میکنید برای من بفرستید. حالا من هم برای ایشون اینها رو فرستادم. دوباره ایشون اومده و یه چیزی دوست دار. kimse elinden gelir. Dostlar, kimse elinden gelir bu yazmalardan çap etsin. Niye? ایشون میگه که دوستان، هر کسی که در امکانش هست بیاد حداقل یک کتاب از اینها رو چاپ بکنه. خیلی جالبه. ببینید، میخوای مدرسه بسازی، میخوای بیمارستان بسازی، میخوای کار خیریه بکنی که هزاران سال بعد از عمرت، بعد از مرگت اسمت به نیکی یاد بشه، بیا یک کتاب از اینها رو چاپ کن تو 1000 نسخه. چقدر پولش میشه مثلا؟ واقعا چقدر میشه؟ فکر میکنم مثلا با 10 میلیون تومان میشه یک کتاب. من الان از همین دوستمونم خواهش میکنم بگه مثلا یک کتاب چاپش الان در این امروز که من دارم صحبت میکنم و تقریبا اواسط اسفنده در ایران 1403، اگر یک کتاب رو با 500 صفحه یا 200 صفحه بخوایم چاپ بکنیم چقدر هزینه شه؟ 1000 جلد. و فکر بکنیم که این پول رو میریزیم دور، ولی بذارید چاپ بشه بمونه. اگر یه اتفاقی برای جهان اینترنت بیفته و این هر چیزی که در اینترنت هست نابود بشه به هر دلیلی، خودت گواهی چیز بیان اینو از بین ببرن، یه سنگی از آسمان بیاد بخوره، یا تمامی این الکتریسیته و این یه جوری یک مغناطیسی رخ بده که هر چی که رو این سافتورها، سخت افزارها سیو شده بپره بره، تمام این کتاب از بین میره. این دوستمون هر کدوم ما
آقا من از همین دوستمون آذربایج خواهش میکنم و پولشم میفرستم، یه کتاب به اسم من اونجا برای شادی روح پدر من یکی از این کتاب رو چاپ بکنیم، اسم پدر من اونجا بیاد. Dostlar, kimsə əlindən gəlir bu əlyazmalardan çap etsin. هر کسی که در توانش هست، ببینید نیاز نیستش فارس باشی، ترک باشی، عرب باشی، انسان باشی، بیا یکی از این خزانه های مهم بشری رو çap بکن. Niye? Evvelen bilir ki olabilir ki internet dünyasında bir çeşitle yok olsun. ممکنه که این دنیای مجازی اینترنتی به یه حالتی، به یه روشی از بین بره، یا که اینترنت özü aradan gitsin. اصلا یا اینکه خود یه رقابتی، یه چیزی بشه که این خود اینترنت از بین bere. Bu değerli varlığı korumak borcumuzdur. این هستی بسیار مهم رو، حفظ این هستی بسیار مهم، این دارایی بسیار مهم، این میراثی که ما از تاریخ گرفتیم، پدرانمون گرفتیم، خیلی مهمه و یک وظیفه است، یک بدهی برای پدرانمونه. حالا کتاب، موضوعهای کتاب چی هست دوستان؟ این کتاب ها در زمینه فلسفه، طب، ریاضیات، هندسه، نجوم، تاریخ، سیاست، ادبیات، جغرافیا، اخلاق، دین، حقوق، موسیقی، هنر، اشعار، قرآن، تفسیر، حدیث، تجوید، سفرنامه، مرثیه، مقتل، امثال، فال، اختلاج، نمیدونم چیه این اصلا، لغات، دستور زبان، احکام، فتاوا، علوم غریبه، جادو جنبلینا، رمان، نظم، نثر، گوهرشناسی، آشپزی، اقلیم، جغرافیا، گیاهشناسی، حیوانداری، زیست شناسی، خوشنویسی، مینیاتور، نقاشی، تقویم، وقف، نکاح، نصاب، دیوان، تذکره قوانین و هست. Alimler, ustadlar, bilginler, yazarlar, müsəhhihlər, şairlər, müvəqqirlər, araşdırıcılar, öğretmenler, öğrenciler, kitapdarlar və yalnız yol artıq çalışmaq və etkini paylaşmaq. میگه که این دوستان اسمشون رو کشید، این صنفها دوستان نیست، اینا صنفن. هزاران نفر عالم داریم، هزاران نفر استاد داریم، هزاران نفر عالم داریم، هزاران نفر نویسنده و شاعر و مورخ و اینا داریم. میگه که آقا تنها راه اینه که فعالیت بکنیم، نه نشینیم و تأثیر بذاریم و تأثیرات رو شیر بکنیم با دیگران. در این کانال هزاران نسخ ترکی رایگان وجود دارد دیگه. حالا بقیهش رو ببینید دوستان. من این کتاب رو هم دانلود کردم، تقریبا فکر میکنم که الان بیش از 1 ساعته دارم صحبت میکنم، ولی این کتاب رو حیفه حالا که به اینجا من این کتاب رو دانلود کردم، فردا این رو بخونیم. نمیخوام این خیلی طولانی بشه. سخنان این دوستمون بسیار عالی بود. امیدوارم که من بتونم با ایشون صحبت بکنم. یه مبلغی رو برای ایشون میفرستم برای چاپ یکی از این کتاب ها. امیدوارم دوستان دیگه هم به ما بپیوندن، هر کسی بیاد یه پولی رو بذاره. ببینید برای کسایی که ماها که در اروپا زندگی میکنیم و کانادا زندگی میکنیم، کانادا و آمریکا و کشورهای اروپایی، چاپ یک کتاب مثلا 10 میلیون هزینهش باشه، بشه مثلا $300 $400. درسته، من اینجا بهتون اعتراف میکنم، من الان برای هر هفته حدود $350 کار میکنم، یا برای کاری که الان چون تخصص خودم کار نمیکنم، من دارم در یک زمینه دیگه کار میکنم با حداقل دستمزد و کمترین ساعت ممکن در هفته 18 ساعت 20 ساعت، ولی حدود $300-350 در هفته درآمدم هست الان.
من میتونم یه هفته رو مثلا اختصاص بدم برای چاپ یک کتاب و فکر میکنم که بشه سالانه 12 کتاب رو چاپ آدم بکنه. چه اشکالی داره مثلا رستوران نرم من اصلا؟ چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره مثلا کیک نخورم، بستنی نخورم، یا مثلا نمیدونم یه چیزایی که فانتزی نخورم، به جای اون یه کار فانتزی تر بکنم، افتخار بکنم به خودم، خانواده‌ام به من افتخار بکنن، دوستان به من. مثلا من 10 تا کتاب چاپ کردم امسال مثلا. ببینید یه مسابقه بذاریم مثلا. من برای این برنامه همین رو می‌نویسم. من فکر می‌کنم این خیلی مهم خواهد بود و فکر می‌کنم باید یه مسابقه بذاریم و فکر می‌کنم باید ریا رو بذاریم، ریا بکنیم، افتخار بکنیم به خودمون که من آقا یه کتاب که خودم هم ننوشتم پولشو بدم به اسم من چاپ بشه. آقا هزینه چاپ رو انصاف علی هدایت داده، این بیاد اونجا، پدر من داده، برای روح پدرانمون، برای باقیات صالحات، برای فرهنگمون، برای تمدنمون، برای پدرانمون که در گذشته ها زحمت کشیدن، در اون روزگار سخت گذشته کتاب رو نوشتن. بیایم یه کاری بکنیم و این کتاب رو بگیریم دکور بکنیم اگه نمیتونیم بخونیم و تلاش بکنیم بخونیم البته، ولی بیاید یه مسابقه بذاریم سر اینکه کتاب چاپ بکنیم. روزتون بخیر.